سلام دوستای عزیز، امروز میخواستم صبحانه آماده بسازم. خواستم که شما شیر بسازم. یک تخم مرغ میخواستم آماده بسازم، تخم مرغ سوسیچی که سوسیچش بر شما خواستم شیر بسازم که زنده است. تک مانده من توته نکردیم که خیلی در ترکیه نام داره این سوسیچ. ساسش های ما رو توته کردیم حالا و اینجا پیازا رو مندازیم. حالا ساسچ ها رو مندازیم. پیاز خیلی کم ماندیم به خاطر که ساسچ سرخ میکنیم که از او پیاز هم یک جای اردیشان میشه. ساسچ ما سرخ شد دیگه، اینا رومی رو مندازیم. رومی ها رو که انداختیم میمانیم که خوب رومی هم سرخ شود. اول ساسچ انداختیم به خاطر که گوشت شکم باید در روغن سرخ میشد. بعد از رومی های ما رو مندازیم. پیاز و سیر ما رو مندازیم. نمک هم دیش علاوه میکنیم. کل شک انداختیم خوب میمانیم که سرخ شود. باز تخمه مندازیم دیش. ببخشید دوستا، و جای مرچ سیر بگویم پیاز سیر گرفتم. حالا سریش هم میمانیم یک دو دقیقه یا 3 دقیقه که خوب یک ذره خود نرم کنه رومیو. ببینید دوستای عزیز، خودتان قضاوت کنین دیگه که مزهش چه رقم است چه رقم نیست. همون میگن سون رنگش ببین حالش پرسان کو. از ما نام خدا نفر زیاد است. تخم مرغ هم اندازیم. شما اگه دوست داشتی همونطور هم بخورین، اگه دوست نداشتی تخم مرغ هم پرتین. نفر زیادتر باشه آدم یک چند تا تخم مرغ میتونه دیش علاوه کنه. ما تخم مرغ هم دیش علاوه میکنیم. حالا کارایی ما آماده است. تخمای مرغ دیش مندازیم. میتونی همونطور هم بخورین خوب. یک کارایی مزدار. ما تخم مرغ هم علاوه میکنیم که نام خدا نفر دیگه زیاده. تخمای مرغ گدوات میکنیم. خوب گدواتش میکنیم کم کم بپزه دیگه آماده است. تخم مرغ ما آماده است دوستا. اگر خوشتان آمد لایک کنین، شیر کنین، سابسکرایب کنین. خداحافظ.